معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان گفت که فعالیت حزب ممنوع نهضت اسلامی و اتحاد گروه‌های مخالف در خارجه به امنیت کشور خطر دارد، اما کارشناسان میگویند مخالفان سیاسی نه به امنیت کشور بلکه برای نظام خودکامه تاجیکستان خطر ایجاد میکنند. سیف الله سفروف معاون اول رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان روز 10 ایول در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت در حالی که در گذشته گروه‌های اپوزیسیون از جمله گروه 24 و شخصیت‌های چون داداجان عطاءالله در داخل کشور برای جامعه تاثیر نداشتند، اما حزب ممنوع نهضت اسلامی زمینه اجتماعی دارد. از این لحاظ همه گونه فعالیت‌های سیاسی و متحد شویش با گروه‌های دیگر می‌تواند به افکار جامعه در داخل تاجیکستان تأثیر گذارد. او گفت لیکن حاضر من تاکید میکنم که این روند متحد شوی قواهای گوناگون سیاسی در بیرون کشور بخصوص با پیشروی حزب نهضت اسلام به امنیت ملی ما خطر خیلی جدی دارد و باید دولت تاجیکستان، خلق تاجیکستان، حزب و حرکت‌های سیاسی تاجیکستان از این روند بسیار احتیاط نماید. همزمان سیف الله سفروف اعتراف کرد که تا حال در خارج کشور حتی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل با شمار روسیه حزب نهضت اسلامی را که در تاجیکستان حزب تروریستی اعلان شده و فعالیتش قطع شده است سازمان تروریستی نمی‌دانند. روز 9 ایول در شهر دورتموند آلمان یک همایش مخالفان تاجیک بخشیده به 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح برگزار شد. در آن رهبری حزب امکنون فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محیدین کبیری، نمایندگان گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان شرکت و سخنرانی کردند. کبیری در این همایش از حکومت تاجیکستان خواسته است حداقل متن سازشنامه صلح تاجیکان را منتشر کند تا مردم دانند که بندهای این سند حقوقی را ویران کرده است. همچنین و گفته است که مبارزه نیروهای مخالفان مسالمت آمیز بوده و آنها از هر گونه عملهای خشونت آمیز که وضع کشور را ناآرام میکند پرهیز خواهند کرد. ولی کبیری گفته است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان امکان تحت نظارت گرفتن همه اعضا و طرفداران خود را ندارد. بیش از 1000 شهروند تاجیکستان که از سیاست حکومت این کشور ناامید شده‌اند به گروه‌های تروریستی پیوستند. در این نشست که نیروی عمده آن حزب نهضت اسلامی بود، از گروه‌های سیاسی دیگر دعوت شد که در مقابل حکومت متحد و فعال شوند. محیدین کبیری رهبری حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گفت که دیگر جای پنهان کردن چهره و نام و نسب نیست و صرف نظر از فشار به خانواده‌ها فعالیت سیاسی در خارج باید آشکار و هدفمندانه صورت بگیرد. در همین حال الک پانفیلوف کارشناس مسائل سیاسی که در این همایش شرکت داشت در یک صحبت توسط شبکه اجتماعی فیسبوک به رادیو آزادی گفت در هر کشور پیشرفته مخالفان از فعالیت حکومت انتقاد میکنند و حکومت باخرد از این انتقاد برای بهبود فعالیتش استفاده میکند، اما حکومت تاجیکستان به خاطر نگه داشتن حاکمیت همه گونه مخالفان را سرکوب کند. دادگاه عالی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 در پی آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را به اتهام دست داشتن در این رویداد قطع و آن را سازمان تروریستی اعلان کرد. فعالیت گروه 24 هم در قلمرو کشور رسما منع شده است.